در 26 نوامبر 1922 بود. در سکوت نفسگیر دره پادشاهان، مردی به نام هاوارد کارتر در مقابل یک در سنگی مهرموم شده ایستاده بود. نفسش در سینه حبس شده بود. او می‌دانست که پشت این در گنجی خوابیده که دنیا را برای همیشه تکان خواهد داد. اما چیزی که نمی‌دانست این بود که همراه آن گنج یک خشم باستانی و یک نفرین کهن نیز از خواب بیدار خواهد شد. داستان امشب داستان پسر طلایی مصر و مرموزترین نفرین تاریخ است. هاوارد کارتر، ماستانشناس انگلیسی، پس از 6 سال جستجوی بیوقفه و ناامیدی، سرانجام در اعماق خاک بزرگترین گنجینه تاریخ باستانشناسی را یافت. مقبره دست نخورده فرعون نوجوان توت‌عنخ‌آمون. وقتی شمع را به درون سوراخی که ایجاد کرده بود نزدیک کرد، از پشت سرش پرسیدند: چی می‌بینی؟ چی می‌بینی؟ و او با لکنت و شگفتی پاسخ داد: چیزهای فوق‌العاده‌ای می‌بینم. اتاقی پر از گنجینه‌های طلایی و در هر سو درخشش طلا، اما در میان تمام این شکوه و ثروت یک هشدار کوچک و ترسناک روی دیوار نقش بسته بود. کتیبه‌ای باستانی به خط هیروگلیف هشدار می‌داد: مرگ بر بالهای سریع به سراغ هر کسی که آسایش فرعون را برهم زند خواهد آمد. و سپس نخستین مرگ آمد. لرد کارنارون، حامی مالی و دوست صمیمی کارتر، تنها 4 ماه پس از گشودن مقبره به طور ناگهانی در یک هتل در قاهره درگذشت. علت مرگ او یک نیش کوچک پشه روی گونه‌اش که به سرعت عفونت کرد و به قانقاریای کشنده تبدیل شد. درست در لحظه مرگ او یک اتفاق عجیب افتاد. چراغ‌های برق در سرتاسر شهر قاهره یکی پس از دیگری خاموش شدند و در آن سوی دنیا، در خانه‌اش در انگلیس، سگ محبوبش ناگهان زوزه‌ای طولانی کشید و بر زمین افتاد و مرد. این تنها آغاز یک تراژدی بود. برادر لرد کارنارون که در مراسم تدفین او حاضر شده بود، به طور ناگهانی درگذشت. آرچیبالد رید، یکی از باستانشناسان حاضر در گشودن مقبره، بر اثر یک تب مرموز از دنیا رفت. یک پرستار که جسد مومیایی را معاینه کرد، خودش نیز به کام مرگ کشیده شد. در طی تنها 7 سال 11 نفر از کسانی که به نحوی با گشودن و بررسی مقبره در ارتباط بودند، به طرزی غیر منتظره و مرموز جان باختند. اما صبر کنید، آیا واقعاً این یک نفرین ماوراءالطبیعه بود یا یک فاجعه علمی که در پوشش یک افسانه پنهان شده است؟ دانشمندان امروز تئوری‌های متعددی را مطرح می‌کنند. شاید وجود اسپور قارچ‌های سمی و کشنده‌ای مانند آسپرژیلوس که برای هزاران سال در هوای راکد مقبره رشد کرده بودند. شاید وجود سموم و باکتری‌های باستانی که توسط کاهنان مصر باستان برای محافظت از مقبره درون ظروف و دیوارها کار گذاشته شده بود. یا حتی تابش طبیعی گازهای رادیواکتیو مانند رادون از سنگ‌های تشکیل دهنده خود دره. اما بزرگترین معما اینجاست. خود هاوارد کارتر، کسی که اولین نفر بود که وارد مقبره شد و بیش از همه با گنجینه‌ها و حتی مومیایی در تماس بود، هرگز به این نفرین مبتلا نشد و تا 17 سال بعد به سلامت زندگی کرد و در سن پیری درگذشت. پس چرا دیگران؟ آیا نفرین فقط برای کسانی بود که به تابوت و گنجینه‌های مقدس دست درازی کردند؟ یا پاسخ این معما ترکیبی از علم و شانس محض است؟ حالا نوبت توست که قضاوت کنی. به نظر تو این ماجرا یک نفرین فراعنه واقعی بود یا یک تراژدی علمی غم‌انگیز که با گذشت زمان به یک افسانه‌ای بزرگ تبدیل شد؟ نظراتت را برایم بنویس. و اگر شیفته کشف رازهای ناگفته تاریخ هستی، مشترک کانال ما شو و زنگ اطلاع رسانی را هم روشن کن تا در این سفر شگفت‌انگیز به گذشته همراه هم باشیم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.